یک مرد سرتراشخانه می سازد. در بالای در با حرفهای کلان می نویسد که خدمت رسانی با نرخی به نهایت ارزان. روز اول یک حاخام یهودی یعنی که ملای یهودی مشتری می شود. ریش و مویسر و بروت او را کوتاه می کند، زیبا می کند و او می پرسد حق خدمت چند شد. استا می گوید که خب شما که نماینده دین هستید، برای شما رایگان، فقط یک دعا کنید برای ما. روز دیگر وقتی که استا می آید در را باز کردن، در سرتراشخانه را در پیش در یک نان گرم است. خب خرسند می شود، شکرانه می کند و کار آغاز می کند و یک کشیش مسیحی می آید یعنی که مولای دینی مسیحی. اون رو هم خدمت می کند، ریش و بروت و موی سرش را کوتاه و زیبا می کند. او هم می پرسد که حق خدمت چند شد. می گوید برای شما که نماینده دین هستید رایگان به پول، فقط یک دعا کنید برای ما. و روز دیگر وقتی که صبح می آید در یک کوزه شیر است. باز استا خرسند می شود، شیر را می گیرد، شکرانه می کند، کار را آغاز می کند و در روز سیوم مولا نصرالدین مشتری می شود. خب موی سر مولا نصرالدین را هم کوتاه می کند، ریش و بروت و همه را زیبا می کند. مولا نصرالدین می پرسد که حق خدمت چند شد. استا می گوید که شما که نماینده دین هستید برای شما رایگان، فقط یک دعا کنید. وقتی که روز دیگر استا می آید در سرتراشخانه را باز کردن، در نزد در 15 مولا نوبت ایستادند تا که رایگان ریش خود را کوتاه کنند.